سلام، حدس بزنین که امروز قراره با هم چی درست کنیم. امروز میخوام با هم تینتایی که بیرون میده بالای 500-600 تومن و ما با وسایل نزدیک به 100 تومن درستش کنیم. بزن بریم. وسایل مورد نیازمون یه دونه رنگ خوراکیه و یه دونه هم ژل آلوورا. آره دیگه، یه دونه ظرف کوچولو. من چون یه بار این قبلا این تینتر درست کرده بودم، استفاده کردم، خیلی ازش راضی بودم و دیگه تموم شده، خیلی کمه اینقدر، گفتم که بیام با شما هم درستش کنم. بزن بریم. بچه‌ها ببخشید صدا توتیمه اگه خیلی صدا میاد. داشتم براتون میگفتم این تینت انقدر پیگمنت داره که من دیروز دستم اینجور شده باش و پاک نمیشه. خب حالا اول یه کوچولو از این ژل آلوورامون میریزیم. ترجیحاً ژل آلوورای 100% باشه، مال من 94%. میریزیم یه کوچولو، حالا ببندم درشو. بعد حالا با سیخ چوبی یه کوچولو از این رنگای خوراکی برمیداریم، میکس میکنیم. هیچ چیزی، حالا اگه خواستیم میتونید یکم روغن نارگیل اضافه کنید، یعنی لباتون خوش نکنه. من حالا برم بگردم اگه روغن نارگیل دارم یه کوچولو روغن نارگیل بهش اضافه کنم. نتونستم پیدا کنم چون این چیزا مال من نی، معمولا مامانم داره، یعنی مامانم استفاده میکنه میزنه به موهاش. بعد من چون مامانم خونه نیست نمیدونم کجاست. ببین که حالا من یکم آماده شد. ببین چقدر کار آسونیه. بزنم یکم به لبهایم. خیلی عجب پیگمنت داره. حالا توی دوربین خیلی مشخص نیست چقدر خوبه که خودم چیز نشون میده، ولی خب خیلی خوشرنگ‌تر از اینه که توی دوربین شما میبینین شده. ببینین شما فقط با دو قلم ژل آلوورا و رنگ خوراکی تینتی که بیرون میده 500 تومن به بالا رو دیگه تموم شده. تینتی که بیرون میده 500 تومن به بالا شما با 100 تومن تایی 120,000 تومن درست کردی. خیلی خوبه. حالا این تینتو اگر که میخواین یه خورده حالت چرب باشه بهش میتونید یکم روغن نارگیل اضافه کنید و این هم واسه چشم میشه استفاده که هم واسه گونه هم واسه لب. این خوبیش اینه که میدونی چی درست کردی و بیرون نمیدونی که با چه موادی درست شده و 500 تومن به اجبار باید پول بدی. اما این واقعا خوبه. من حتی اینم تموم آخراشه دیگه، این ببینم واقعا خیلی خوبه و پاکم نمیشه. حالا آره دیگه خیلی خوبه. حالا من یه کوچولو میتونین بهش اگه میخواین آبکی بشه میتونین بهش آب اضافه کنم. من یکم بهش آب اضافه کنم میام. من بهش یکم آب اضافه کردم رقیق بشه. بزنمش. ببینید حالا یه خورده میتونید بهش رنگ قرمز بیشتر اضافه کنید. بیشتر اضافه کنم قرمز. این خیلی قرمزتر شد. خب اینم از تینت ما بود. درش بود درش. اینم از ویدیوی آموزش تینت ما. امیدوارم ازش خوشتون اومده باشه. تینت ارگانیک طبیعیه
و بهتون پیشنهاد میکنم که حتما درستش کنید. لازم نیستش برید 500-600 تومن پول تینت بدین. دوستتون دارم. لایک و سابسکرایب یادتون نره، کامنت هم بذارین و بهتون حتما پیشنهاد میکنم برین درستش کنین. خدافظ.